فیل را دیدند در حال فرار از جنگل است. گاوها گفتند بیمار است، شاید انگل است. کرگدن فریاد زد دیوانه حیرانی چرا؟ همچنان موشی دوان سوی بیابانی چرا؟ گفت میترسم که خرطومم ز ریشه بکند. حکم داده شیر تا زرافه ها گردن زنند. کرگدن با خنده پرسید از همین ترسیده ای؟ فیلی آخر از چه رو زرافه خود را خوانده ای؟ فیل گفت ای کرگدن اینجا نمانی بهتر است، چون که حکم شیر را مسئول اجرا یک خر است. در خیال خر چمن آبی است، پس ختم کلام لاجرم هر چار پا زرافه است و والسلام. ملک شیران گر که نادان دست گیرد اختیار، در دل ببر و پلنگش هم نمیماند قرار. خر اگر بالا رود پایین کشیدن مشکل است، وانکه خر را برده بالا تا ابد پا در گل است.